سلام مهربونای من، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من تو این پست میخوام آموزش لک رو به صورت اصولی بهتون یاد بدم. بزن بریم برای آموزش. من برای این کار از پارچه سویت استفاده کردم. پارچه رو ترکه به ترکه تا زدیم. خواب پارچه مخمل باید به سمت پایین باشه. از قسمت بالا به اندازه 5 سانتی پایین میایم یه خط صاف. عرض پارچه 150 به این حالت که تا زدیم باید وسطش رو به دست بیاریم و یه خط صاف بکشیم به این حالت. از دو طرف این خط به اندازه 1/4 باستن در طرفین میریم و علامت میزنیم روی خط 5 سانت. لگ اغلب 90-95 و اگه میخواین دمپا جمع بشه 100 میگیریم به این حالت. از این بالا قدش رو علامت میزنیم و در این پایین یه خط صاف میکشیم. از این قسمت به اندازه قد فاق که برای سایزای پایین یعنی 36 تا 42 اندازه فاق و از این قسمت تا این قسمت به اندازه 26 تا 28 سانتی در نظر میگیریم. برای سایزهای بالا یعنی از 44 تا 50 بین قد فاق و از این قسمت 28 تا 30 در نظر میگیریم و برای سایزهای 50 به بالا قد فاق و 30 تا 32 در نظر بگیریم. حالا خودتون برآورد کنید بسنجین که سایز 36 اگه 26 سانت بگیریم، سایز 38 26 و نیم بگیریم قد. همینطور نیم سانت قد فاق رو میتونیم بالا ببریم. این میشه خط فاقمون. یه خط میکشیم از اون بالا هر اندازه که قد فاقمون هست میگیریم که واسه و این خط اضافه رو رسم میکنیم. بعد برای هر اندازه که بلندی باستنمونه از این خط بلندی باستنمون رو این قسمت علامت میزنیم و این خط باستنمون میشه. باستن تا قد لگمون هر اندازه هست از این خط تا این خط رو اندازه میزنیم، 1/2 رو به دست میاریم. 1/2 میشه خط زانوی ما. یه خط در این قسمت رسم میکنیم. حالا تمام خطای ارزیمون رو رسم کردیم. حالا روی خط باستن این قسمت رو که 1/4 دور باستن در نظر گرفته بودیم، روی خط باستن این قسمت رو که 1/4 دور باستن در نظر گرفته بودیم 24 بر من هر چقدر شد در دو طرف این خط اندازه زدم. روی خط باستن 1/4 دور باستن رو به علاوه 1 میکنیم این قسمت برای قسمت پشت، 1/4 دور باستن رو منهای 1 میکنیم برای قسمت جلو. مثلا 1/4 دور باستن من شد 28.5 به علاوه 1 شد 29.5. این قسمت علامت میزنیم. همونطور 1/4 دور باستن که 28.5 بود منهای 1 میشه 27.5. در این قسمت بریم جلو علامت میزنیم. دوباره اینو به این حالت به این قسمت گونیا میکنیم. به قسمت بالا مستقیم به قسمت بالا رسم میکنیم. به قسمت بالا رسم میکنیم. تا اینجا رو داشته باشین. برای روی خط فاق روی این خط فاقمونه. روی خط فاق ما باید 1/20 روی خط فاق باید 1/20 دور باستن رو برای جلو و پشت بریم بیرون. 1/20 دور باستنمون هر چقدر شد این خط رو تا خط فاق امتداد میدیم. این خط رو تا خط فاق امتداد میدیم به این حالت. تا خط فاق امتداد میدیم. بعد اندازید روی خط فاق. برای گشادی فاق قسمت فاق من 1/20 دور باستن هم در قسمت
جلو روی خط فاق جلو رفتم و هم در قسمت پشت که اینجا 5 و 6 بود که من از 6 استفاده کردم. تو کپشنم یه عدد ثابتی نوشتم که حتما کپشن بخون. شما برای این قسمت هم میتونین با آرایش دستتون و هم میتونین از پیستوله استفاده کنین و هلال فاق جلو و پشت رو رسم کنید. برای گشادی دور زانو رو به صورت خم به صورت کیپ اندازه میگیریم. هر اندازه که شد 1/2 رو در طرفین علامتش رو میزنیم و برای دور مچ هم به صورت کیپ اندازه میگیریم و 1/2 رو در طرفین خط وسط شلوار علامتش رو میزنیم و این خط ها رو به هم وصل میکنیم از دمپا به زانو و از زانو به فاق در پشت و هم در جلو به این حالت. وقتی این خط ها رو وصل کرد پس این قسمت پشت شد، اینم جلوی شلوار شد. برای قسمت پشت خط کمر در قسمت پشت 2.5 سانت داخل میریم و 3 سانت بالا میریم. این خطی که 2.5 سانت داخل رفتیم و به قسمت خط باسن در این قسمت وصل میکنیم. به این حالت 3 سانت هم بالا میریم. در قسمت جلو هم 2.5 سانت داخل میریم که من اینجا هنوز رسمش نکردم. چون میخوایم کمر رو کش بدیم 2.5 سانت باید داخل بریم، هم در قسمت پشت و هم در قسمت جلو به این حالت و این خط رو به این حالت میزنیم. پارچه هایی که کشسانیشون زیاده اصلا احتیاج به اضافه دوخت نیست، همین خطی که کشیدی همون خط رو برش بزنی. ولی چون من اینجا از پارچه سویت استفاده کردم به اندازه 1 سانت در طرفین اضافه دوخت میذارم. این میشه قسمت پشت با اضافه دوخت 1 سانتی برش میزنیم. اگه باسن برجسته باشه ما بین خط فاق و زانو رو نصف میکنیم و کمی این قسمت رو هلال میکنیم به این حالت. در غیر این صورت اصلا نیازی نیست که اونجا رو کمی هلال کنین و همون خط اصلی رو با اضافه دوخت 1 سانتی برش بزنین. حتما پارچه سویت رو دوخت بذارین چون حالت کشسانیش خیلی کمه. خط زانو رو حتما چرت میدیم به این حالت. بعد حالا میریم برای برش کمری. دقیقاً اندازه همین قسمت مستطیلی به طول دور کمر و عرض 14 سانت، یعنی حتی با دوخت 14 سانت در نظر بگیریم که 1 سانت قسمت پایینش دوخت در نظر بگیریم، 6 سانت هم برای قسمت بالا. پس کمری کاملا اندازه قسمت کمره. اول 2 تا فاقا رو به این حالت میدوزیم. در حین دوخت حواستون باشه باید کمی قسمت پشت رو بکشین، خیلی کم چون پارچه کشیه. اصلا نیازی نیست این پارچه رو سردوز بزنی، ولی اگه 1% خواستین سردوز بزنی حتما دولا بزنین. وقتی فاق رو دوختیم بعد قسمت درز وسطش رو باز میکنیم به این حالت. این قسمت درز جلو و پشت رو به این حالت روی هم قرار میدیم و یه سنجاق میزنیم. خطای زانو هم که چرت زده بودیم اونا رو هم روی هم قرار میدیم و سنجاق میزنیم به این حالت. بعد از وسط فاق شروع میکنیم دوختن تا دمپا و در اون قسمت هم همینطور. برای قسمت کمری هم یه لیفه درست کنیم و کش رو به اندازه 25 سانت از دور کمر کمتر بگیرید. مثلا اگه 80 25 سانت کمتر کنید و لیفه درست میکنیم. کش رو داخلش قرار میدیم و قسمت پایین کش رو به این حالت چرخ میکنیم. بعد اینو میگیریم به قسمت کمر چرخ میکنیم. بعد از اینکه چرخ کردیم میتونید این قسمت از کمر رو فقط همین قسمت رو بگیرین سردوز بزنید. دمپان به اندازه 3 سانت برمیگردونیم و چرخ میکنیم. خیلی خوشحال میشم این پستم رو سیوش کنید تا گمش نکنید و لایکش کنید تا دلگرمی باشه برای ضبط آموزش‌های رایگان بعدی.